رکورد اکشن. خوش اومدید به اینساید اوت، درون و بیرون. کلا توی انیمیشن می‌خوایم زجر کشیدن احساسات رو ببینیم. این رایلیه که اینجا هنوز نینیه. بریم با احساسات داشته باشیم دوستان. شادی، غم، ترس، چندش، خشم. چرا باید یه احساس عینک داشته باشه؟ اینا خاطرات رایلی هست. همونطور که می‌بینید رنگشون مربوط به احساسیه که رایلی موقع تجربه اون خاطره داشته. برای احساسات رایلی روزی روز خوبیه که اکثر خاطرات مربوط به شادی باشه. و اما این خاطره‌های خاص، خاطره‌های اصلی، این خاطرات در زمان‌های مهمی وجود میان و شکل گرفتنشون چیزی رو تشکیل میده که بهش میگیم شخصیت. هر کدوم از این خاطرات یکی از جزایر شخصیت رایلی رو تشکیل میده. خانواده، دوستی، صداقت، هاکی و دلقک بازی. همونطور که میبینین هر 5 تا خاطره اصلی هم خاطرات مربوط به شادی هست. این مهمه یادتون باشه. ایشون هم جلوتر باش آشنا میشیم. دوست خیالی رایلی هستن، بینگ بانگ. دیدگاه شادی و بقیه احساسات به غم بده و فکر میکنن که اگر غم نبود خیلی کار راحت‌تری داشتن. وقتی رایلی میخوابه دوستان خاطرات رو میفرستن به حافظه بلند مدت. حالا حافظه بلند مدت کجاست؟ پشت جزیره‌های شخصیت. تا چشم کار میکنه حافظه بلند مدته. خب ظاهرا وضعیت خیلی خوبه. رایلی خوشحاله و داره حسابش خوش میگذره. اما به ناگهان دوستان بدبخت شدی. اسباب کشی. خانواده رایلی به خاطر کار پدر خانواده مجبور میشن برن به سان فرانسیسکو. اما خونه جدیدشون چه شکلیه؟ میتونه این شکلی باشه یا این شکلی یا این شکلی یا حتی این شکلی. اما خب خوش آمدید به واقعیت. خونهشون در واقع اینه. موش مشکلات شروع میشن. کامیون اسباب کشی دیر میرسه. بابای رایلی هم دیگه خیلی براش وقت نمیذاره. اون زندگی شاد و زیبا دیگر نیست. اما نگران نباشید، پیتزا میتواند درد شما را تسکین بدهد. رایلی یادش بیاد که یه پیتزا فروشی دو راه. میریم پیتزا بخوریم. بروکلی روشه. بروکلی. پیتزا دیگر نمیتواند پیتزا دیگه نمیتونه درد شما رو تسکین بده. مامان رایلی بهش میگه کدوم بخش سفر رو بیشتر دوست داشتی؟ شادی هم این خاطره رو یاد رایلی میاره. زمانی که ماشینشون عقبی رفته خورد تو دم آقای دایناسور. رنگ خاطره یهو میشه آبی. غم به خاطره دست زده. باعث شده که رایلی اگه زاویه دیگه به خاطره نگاه کنه. بقیه احساسا نمیدونن چه جوری اینجوری شد. شادی به غم میگه تا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد دیگه به خاطره دست نزن. میرسیم به پله. جزیره دلقک بازی فعال شده. رایلی میخواد از روی میله کلش سر بخوره بره پایین که یهو پشیمون میشه. روزگار سختیه. همه گیر شدن که چه خبره که یهو خاطره اصلی جزیره دلقک بازی میخوره به پای شادی. بله، کار غم است. باعث شده که خاطره‌های اصلی بیفته بیرون. شادی سری خاطره رو میذاره سر جاش. جزیره دوباره فعال میشه و رایلی بقیه مسیر رو سر میکنه میره پایین. غم دستشو میبره سمت خاطره اصلی. میبینیم که خاطره داره رنگ عوض میکنه که شادی جلوشو میگیره. میگه چیکار میکنی؟ داشتی به یه خاطره اصلی دست میزدی. غم میگه وای وای ببخشید حواسم نبوده از این چیزا. من همش اشتباه میکنم. من خیلی رو اعصابم. که ظاهرا شادی هم توی این موضوع باش موافقه ولی خب سعی میکنه خوشحالش کنه. موضوع اینه که داری سعی میکنی غم رو با چیزای شاد سر حال بیاری. نمیشود عزیزم. غم شروع میکنه گریه کردن. شادی میگه چرا گریه میکنی؟ غم میگه کمکم میکنه با مشکلات زندگی کنار بیام. بی خیال با ولش کن. ببین اینجا چی داریم؟ اخبار روز دنیا. میدادم بابا 20 همش رو اشتباه میکنی. بیا اینو ببین. چی؟ حضور حمید لولایی در اینترستلار؟ بهترین خبری که تا حالا خوندم. ببین چه خفنه. همین الان کف کردی. حالا میخوام ببینی داستان چیه. گوشه بالای سفر رو نگاه کن. مامان بابا میخوام بخوابم. بوس و لالا مونده. مامان رایلی میگه الان میام عزیزم. در سر رایلی چه میگذرد؟ احساسا دارن بحث میکنن و از این وضع داغون که توش گیر کردن میگن. شادی میگه بچه متوجهم که چقدر وضعیت چجوریه ولی خب اونقدر بد نیست. بیایید با هم نیمه پر لیوان رو نگاه کنیم. خب بذار ببینم. خونمون که آشغالدونیه. اتاقمونم بوگن میده. هیچ دوستی هم نداریم. ماشین اسب کشی هنوز نیومده. بابا بیخیا بدتر از اینم میتونه باشه. آره اینکه رو زمین اتاق بوگنده بخوایم بدون هیچ تختی. مامان رایلی میاد میگه هنوز کامیون اسب کشی نرسیده ولی خب ازت ممنونم که با همه این سختیات همون دختر شاد همیشگی موندی. مرسی عزیزم. اینم بوست. حالا لالا کن و شب شما بخیر. همه احساسا میرن بخوابن. شادی میمونه که خوابو چک کنه. بیا با من زندگی کن رایلی. مولدم. شما پیزا زهر مار سفارش دادین؟ زهر مار. خاک بر سرت. اینا چیه پخش میکنید؟ بعدش شادی خواب از زخم میکشه و رایلی دیگه خواب نمیبینه. دن دن دررن دن دررن دن دررن دن دررن دن.
صبح شما بخیر. اولین روز مدرسه. شادی برنامه شده که بتونن یه روز شاد داشته باشن. سلام قم، یه کار خیلی مهم برات دارم. جدی؟ بله. چی کار داری میکنی؟ این دایره غمه. کار تو اینه که مطمئن شی همه غم و اندوها توی این دایره ببونه. یعنی فقط باید این تو وایسم؟ این بیرون خطرناکه برات غم. فقط مطمئن شی که کل غما این تو بمونن. باشه؟ خب بچه‌ها پیش به سوی مدرسه. میرسیم به مدرسه. بچه‌ها امروز دانش آموز جدید داریم. رایلی، پاشو خودتو معرفی کن عزیزم. سلام، من رایلی ام و از اصفهان آمدم. و الان تو این شهر زندگی میکنه. بعد معلمشون از رایلی میخواد که در مورد شهرش بگه و همه چی به هم میریزه و رایلی گریهش میگیره. دلیلش چیه؟ غم رفته به خاطره که تو ذهن رایلی داشته پخش میشه دست داده و اونو غمگینش کرده. ای بابا چرا به اون خاطره دست دادی؟ برگرد برو تو دایرت. سعی میکنن خاطره رو متوقفش کنن ولی نمیتونن. غم رفته پشت میز کنترل باعث شده رایلی گریه کنه. شادی خاطره رو برمی‌داره میره جلوی غمو بگیره که یهو از اتفاقی که الان افتاد یه خاطره اصلی تولید میشه. یه خاطره اصلی آبی. بدبخت شدن. نه جلوشو بگیرید. نه اینجا گیس و گیس کشی غم و شادی رو داریم. شادی خاطره رو از محفظه در میاره میخواد بندازش بره که غم بهش میگه نه شادی اون یه خاطره اصلیه. دارن دعوا میکنن که یهو شادی میخوره به محفظه و کل خاطرهای اصلی میافتن بیرون. همه جزیره ها خاموش میشن. شادی جمع میکنه خاطره رو که بذارشون دوباره توی محفظه. میبینه که غم داره این خاطره اصلیه رو میذاره اون تو. مثل بروسلی میپره جلوی غمو میگیره. خاطره اصلی غم از لوله میره بیرون. یکی از خاطره اصلی شدم داره میره تو لوله که شادی جاشو میگیره ولی خودش هم کشیده میشه داخل. غم میخوره بهش و جفتشو پر میشن بیرون. تازه داستان شروع میشه. رایلی هم که برگاش ریخته میشینه رو صندلیش. شادی و غم میافتن توی حافظه بلند مدت. میفهمن که گند زدن و بدبخت شدن. بدون جزیره شخصیت رایلی یه جورایی بی شخصیت شده. احساساتش هم نمیدونن چیکار کنن. توی برخوردشون با بابا مامان گند میزنن. رایلی تنبیه میشه. رایلی عصبانی میره تو اتاقش درم میکوبه بهم. همین باعث میشه جزیره خانواده یه ذره خراب شه. توی سر رایلی شادی و غم دارن تلاش میکنن که مگرن مقر فرماندهی. میخوان از روی این راه باریک که واسه به جزیره دقیق بازی برن. راه خطرناکیه چون زیرشون دره فراموشیه، جایی که خاطره‌ها اگه بیافتن توش فراموش میشن. همزمان بابای رایلی میاد پیشش تا باهاش حرف بزنه. باباش سعی میکنه رایلی رو بخندونه ولی خب جزیره دقیق بازی خاموش شده و همین باعث میشه رایلی واکنشی نشون نده و جزیره از هم بپاشه. شادی فرار میکنن که نیافتن توی دره فراموشی. خدا نگهدار دلقک. شادی و غم ناراحت که جزیره نابود شده ولی خب ها میشن که از جزیره دوستی برن مرکز کنترل. در همین حین رایلی به خواب میره که خب چیز خوبیه چون اتفاق بدی توی خواب نمیفته. شادی داره میره توی حافظه بلند مدت که از اونجا برسن به جزیره دوستی. غم بهش میگه قطعا اونجا گم میشی. اون حافظه بلند مدته، جایی که ته نداره. در موردش توی کتابا خوندم. شادی هم متوجه میشه غم در مورد حافظه بلند مدت اطلاعات داره و میدونه که چجوری باید برسن به جزیره دوستی. تو نقشه منی، بیفت رو نقشه جان راهنمایی کن. خیلی خوب فقط حال ندارم پاشم میکشش. بچه شاید داره زنده ولی غم واقعا راهو بلده. اینجا رایلی داره با دوستش حرف میزنه. اینجا خشم گرم میزنه و جزیره دوستی هم به سرنوشتی مشابه دلک بازی دچار میشه. رایلی اونو خیلی دوست داشت. خدا نگهدار دوستی. سلام تنهایی. پیش به سوی جزیره بعدی. شادی هم عصبانی و میگه باید راه بهتری باشه. خانم و آقایان ایشونو بهتون معرفی کرده بودم. بینگ بانگ دوست خیالی رایلی. من تو رو میشناسم. تو بینگ بانگی. رایلی خیلی تو رو دوست داشت. من شادی ام. میگه اینجا چیکار میکنی؟ بدون تو رایلی نمیتونه خوشحال باشه. بعد تو رو برگردونی. دنبال من بیا. بعدش راهنماییشون میکنه که مسیر برگشت پیدا کنن. اینجا صحبتشون اهمیت خاصی نداره به جز موشک آقای بینگ بانگ که به قرض موسیقی کار میکنه. آهنگ بخونی روشن میشه. غم به بینگ بانگ میگه تو دقیقاً چه موجودی هستی؟ خب پیچیده است. من از پشمک ساخته شدم اما شکلم ترکیبی از گربه و فیل و دلفین. شادی به بینگ بانگ میگه وقتی برگردم مرکز کنترل مطمئن میشم رایلی رو یادش بیاد. که با توجه به اینکه در آینده چه اتفاقی میفته این خیلی صحنه غم انگیزی. شادی خاطرها رو میذاره تو کیف بینگ بانگ و میگه مرسی اینجوری راحت‌تر میشه راه بریم. بینگ بانگ میگه راه بریم؟ قراره با قطار افکار بریم. شادی هم میگه این خیلی سریع‌تره ولی خب چجوری سوارش شیم؟ بینگ بانگ میگه یه ایستگاه داره توی سرزمین خیال باید بریم اونجا. از اینجا میونبر میزنیم. هم میگه این مکان تفکر انتزاعیه و خطرناکه نباید بریم این تو. بینگ بانگ میگه چی داری میگی؟ من همیشه از این میونبر استفاده میکنم. ببین اینجا هم نوشته خطر حمید لولایی. ستایی وارد میشن. تفکر انتزاعی فعال میشه. هر سه تا اینجوری شپلی شپو میشن. بینگ بانگ میگه اینا همش زیر سر حمیده. خب اینجا بدبخت و بدبخت‌تر میشن ولی بالاخره میشن برن بیرون. ولی خب دیر میرسن به سایه قطار و قطار میگه دو من رفتم.
شادی میپرسه تا قطار بعدی چقدر مونده. نمیدونم، ولی یه اسکل دیگه اونجاست که قبل از مرکز اونجا وای میسته. خوش آمدی به سرزمین خیال، جنگل سیب زمینی، جوایز حمید لولایی، ابرستون، قتل پیرمرد ابری، راکت بینگ بانگ، خراب شدن خانه کارتی، کارگر افسرده و کلی چیزای تخیلی دیگه. اینجا دستگاه کراشساز رایلی رو میبینی. این خیلی چیز مهمیه. رایلی داره برای مسابقه هاکی آماده میشه، ولی خب اعصابش داغونه دیگه. چندش میگه اگه بخواد از جزیره هاکی استفاده کنه که بدبخت میشین. درس میگه اصلا نگران نباشید، کلی خاطره دارم که میشه بذاریمشون جای خاطرهای اصلی. بعد میذارش داخل دستگاه. بابا بنازم به این هوش و ذکاوت، موفق شدیم. ولی نه، به همین دلیل رایلی نمیتونه خوب هاکی بازی کنه و بدبخت میشن و جزیره هاکی از بین میره. الان میشه به رایلی بگیم بی شخصیت؟ هاکی؟ What are you doing my brother؟ بدبخت شد، این جزیره هاکی از بین رفت. بعدش بودو میرن که به سری قطار افکار برسن. اینجا میبینن که یه سری خاطرات دارن از بین میبرن، از جمله موشک موسیقی بینگ بانگ، موشک جارویی، و متاسفانه موشکشو پرت میکنن توی دره فراموشی. بینگ بانگ غمگین میشه چون موشکش از دست داده و داره به فراموشی سپرده میشه. شاده میاد سعی میکنه اونش بهتر کنه و بخندونش، ولی تأثیری نداره. اما غم میاد دلداریش میده و با هم دل سیر گریه میکنن، یه دل پیاز. شکلات گریه میکنم. بعد بینگ بانگ حالش خوب میشه و شاده از این بابت در عجب میمونه. بالاخره به قطار افکار میرسن و میرن به سمت مرکز فرماندهی. اونجا هم که نگم براتون چقدر وضع خرابه. به جایی که ترس کلا میخواد بذاره بره و استعفا بده. اما احساسا نمیتونن استعفا بدن. یهو خشم یه ایده‌ای به ذهنش میزنه. هیچی نیست، فقط بهترین ایده‌ای که میشه داده. ایده‌ای که خشم داد بدترین ایده‌ای بود که میشد داد. متاسفانه رایلی میخوابه و وقتی که رایلی خواب باشه قطار افکارم خاموش میشه. شادی میگه نمیتونیم تا صبح منتظر بمونیم تا رایلی از خواب بیدار شه، در صورتی که دقیقاً میتونن تا صبح منتظر بمونن. وقتی رایلی خوابه، خب خوابه دیگه، چه خطری واسهتون داره؟ به هر حال تصمیم میگیرن که برن رایلی رو بیدار کنن. ولی چه جوری؟ خانم ها آقایان، رویا پروداکشن، مرکز تولید رویا، وارد اینجا میشن که شاید بتونن یه جوری وارد خواب رایلی بشن و از خواب بیدارش کنن. میشه گفت اینجا یه جورایی سینمای ذهنه. میرن تو این دره که بالا چراغ خطر فعاله و دقیقاً روش بشه وقتی که چراغ خطر فعاله واردش نشید، چون شادی گذاشته رفتم من بدبخت مجبورم بشینم خوابا رو تماشا کنم. خب خوابا اینجوری ساخته میشن که بازیگرا میرن اونجا قرار میگیرن و وقتی این فیلتر جلوی دوربین میذارن به نظر میاد که همه چی واقعیه. خواب شروع میشه. باورتون میشه این آقاه مسئول در افغانستان رایلیه. این همه خانم اونجا بود، چرا دادیم به این صدا ویژگی رو؟ سلام. یهو دندونای یاری تو خواب میرزه و میبینه که شلوار پاش نیست. به نظرم همین محتواس در ترک شدن از خواب پریدن کافیه. جادیو که میشناسین توی لباس سگ به همراه غم میره داخل و سعی میکنه انقدر رایلو بخندونه که با خنده از خواب بیدار شه. که این ایده قطعا جواب نمیده، ولی یهو همه چی به هم میریزه و سگی از وسط نصف میشه. خلاص نیجی داره برگاش میریزه، همه چی داغون میشه و رایلی داره بیدار میشه. ولی نه، آقایان سکیوریتی میان جمعش میکنن و بینگ بانگ رو دستگیر میکنن. یمنش میدونن چه کجا؟ زندان ذهن، ضمیر ناخودآگاه. میخوان برن داخل که بینگ بانگ رو نجات بدن، برای همین خودشون به پلیسا تحویل میدن، میافتن تو زندان. اینجا جایی که بزرگترین ترس‌های رایلی نگهداری میشن. کلی چیزای ترسناک میبینن، ولی یهو کلی پوست آبنبات میبینن که به احتمال زیاد حاصل گره کردن بینگ بانگه. بینگ بانگ رو پیدا میکنن، ولی مشکل اینه که این دلغک کنده زندانیش کرده. شادی میره خیلی آروم آزادش میکنه که برن، ولی دارن میرن یهو وای میستن و نمیرن. میگه هنوز رایلی بیدار نشده، بعد بیدارش کنیم. ولی چجوری؟ بوق. سلام گوگلی مگولی. دلغک بیدار شد. یا مرتضی. در این حال که دارن از شدت ترس از حال میرن، کاری میکنن که دلغک دنبالشون کنه. دلغک ما چکش میزنه، درو میشکونه. یعنی در زندان انقدر سسته که زندانی‌ها بتونن بشکننش بیان بیرون. اینجا خواب رایلی انقدر کسل کننده است که خود ترس توی خواب رایلی داره خوابش میبره. ولی یهو دلغک میاد داخل رایلی برگاش میریزه. بالاخره از خواب بیدارش میکنن و همه با هم پیش به سوی قطار افکار. با بیدار شدن رایلی حسای دیگه هم بیدار شدن و خشم تصمیم میگیره ایده مزخرفش رو پیاده کنه. ایدهش اینه که وقتی همه خاطرات خوب توی شهر قبلشون اتفاق افتاده، چرا بیخیال این شهر مزخرف به درد نخور نشین یا برنگردیم همونجا. رایلی ایده رو قبول میکنه و تصمیم میگیره برای اینکه برگرده بلیط اتوبوس بگیره، ولی خب اون که پول نداره. قرار بر این میشه که بره از کیف مامانش یواشکی کارتشو برداره. بفرما. رایلی همینجوری دیوونه شده بود که منو بود دزدم شد. همین برداشتن کارت مادر باعث میشه که جزیره راسپوگی مثلا باشه و از شانس بعد شاید اینا صاف بزنه رایلی قطارشون رو داغون کنه.
آخه چرا اینقدر اینا بدبختن؟ اگه اون ایده مسخره به سر خشم نمیرسی اینا راحت میرسیدن مرکز و همه چی حل میشد، ولی اینجوری نشد. قطارشون سقوط میکنه و با کلی بدبختی جون سالم به در میبرن. حالا دیگه فقط جزیره خانواده براشون باقی مونده و بدو میرن که از اونجا برگردن مرکز کنترل. اما چرخ گردان برنامه دیگری برایشان داشت. جزیره خانواده هم داره خراب میشه. توف تو این زندگی. ولی اونا باز هم ناامید نمیشن و تصمیم میگیرن که از این لوله‌های فراخوانی برگردن. باز هم درگیری میان حسی داریم. شادی وارد لوله میشه، وقتی غم میخواد وارد لوله بشه نزدیک یکی از خاطرات اصلی رو غمگین کنه. اینجاست که شادی بدجنس میشه و میگه شرمنده آبجی، رایلی باید خوشحال باشه و تنهایی میره تو لوله و غمو نمیبره. اما خدا میزنه خاطر کله‌اش لوله میشکنه و هیچی به هیچ. خوب بد شده شادی بد. بینگمان میاد بگیرش که یهو زمین میشکنه، اونجا جفتشون میفتن توی دره فراموشی، جایی که خاطرات قدیمی به فراموشی سپرده میشه. دیگه واقعا رها شده. شادی اون پایین به مرور خاطرات میپردازه و کلی گریه میکنه. یهو میاد که از خاطرات اصلی میزنه عقب، میبینه که قبل از اینکه خوشحال باشه غمگین بوده و همین غمگینی باعث شده که بعدش خوشحال شه. بعد یهو پا میشه و میگه باید برگردیم بالا. بعد بینگمانش میگه شوخی میکنی. بعدش میگه فکر کن توی سیاره دیگه هستیم، نمیتونیم از اینجا خارج شیم. و در همین لحظه شادی یه موشک بینگمان میفته که قبلا تر افتاده بود پایین. دلم هوا تو کرده. و شروع به آواز خوندن میکنه و موشک رو پیدا میکنن. اما بعد از تلاش‌های متوالی برای خارج شدن میفهمن که موشک خیلی سنگینه و نمیتونن اینجوری از اون دره خارج شن. بینگمان میگه بیا برای آخرین بار امتحان کنیم و این بار توی آخرین لحظه خودش از موشک پرت میکنه پایین و شادی تنهایی از دره خارج میشه. بینگ بانگ هم به فراموشی سپرده میشه. اشکم در اومد. بگذاریم. مامان بابای رایلی برمیگردن خونه، میبینه که رایلی هنوز برنگشته. مامانش بهش زنگ میزنه اما جواب تلفن رو نمیده. شادی هم میره که دنبال غم بگرده ولی پیداش نمیکنه. بعد سعی میکنه ببینه اگه غم بود تو این لحظه چیکار میکرد. وای همه چی مزخرفه، ما بدبخت میشیم. یهو چشش میخوره به خاطرات طبقه پایین، میفهمه که غم اینجا بوده. الانم که رایل دیوونه شده و تلفن مامانش جواب نمیده، جزیره خانواده هم داره داغون تر میشه. سعی میکنن این ایده مزخرف رو در بیارن ولی نمیتونن. بالاخره شادی غمو پیدا میکنه. غمم ناراحت و بنده که برو رایلی بدون من خیلی وضعش بهتره. شادی میگه برو بابا یه لحظه وایسا. همینجوری شادی غمو دنبال میکنه و اونم فرار میکنه. توی اتاق کنترل هم که این وضع داره بدتر و بدتر میشه. نمیتونن ایده مزخرف رو در بیارن و یهو میبینن که میز داره خاموش میشه. هیچ کدوم از دکمه‌ها کار نمیکنه و دیگه به معنای واقعی کلمه دارن بدبخت میشن. دیگه رایلی بی‌حس شده و هیچ حسی بهش منتقل نمیشه. جن زدی. اینجاست که با تمام ناامیدی‌های وجود اومده شادی رایلی رو احیا میکنه. این دستگاه کراش رایلی یادتونه؟ شادی میره بی نهایت کراش تولید میکنه و میرزه توی کیفه. بعدش هم میره سراغ غم و ابری که غم پوشه رو با بادکنک فوت میکنه که بره به سلامت. و خودش هم میره کیف رو برعکس میکنه و به کمک این اشاق میره بالا و بعد از ارتفاع میپره روی این ترامپولین و غم رو میگیره و پیش میره مرکز کنترل. باورم نمیشه اون همه ایده‌های آدمیزادانه تر داشتن که جواب نداد، آخرش بعد این جواب بده. بالاخره میرسن مرکز کنترل ولی نه به شکل محترمانه. پشت شیشه هستن دوستان. چقدر هم که این شیشه مقاومه. اینجا چندش ایده‌ای به سرش میزنه و خشم آتشین میکنه و با آتش کلش شیشه رو ذوب میکنه. میان داخل، میان رایل رو از دست میره. شادی برو درستش کن. اما شده میگه غم کار خودته، خودت بری درستش کنی. و در نهایت غم میاد و میتونه ایده مزخرف رو در بیاره. رایلی به زندگی بازگشت. الحمدلله. میره به راننده میگه تو رو خدا وایسا من دارم گند میزنم به زندگیم. بعد میگه دیگه گند نمیزنم به زندگیش.